چی میگیری نمیلا جان؟ استاد اومدیم بخیر یک جمپر بگیرم که هوا سرد شد دیگه. والا هوا زیاد هوا سرد شده. دیگه. اونو رو بگی خوب گرم است. لالا می چی امیر رو برش؟ بده دیگه. آه خوبش هست. چطور است استاد صحیح است؟ بسیار مقبول است خوب میگه. فکس اندامت هم است نه؟ این خوب است. خب درست است دیگه. امیر میگیریم. این چه بکنیم است. این چه قمیه برادر؟ مشکل نیست بیاد. بخیر باشه. خودت 15 ساعت. درست است. تشکر برای استاد درست شد دیگه. کارمند نمیه. چی میکنی ره؟ باطلادانی پرتیم. کارمند نمیه. در خانه زیاد داشتیم. دیگه. یعنی استفاده نمیکنی ره؟ نه خیر نی استاد دیگه. دگام داری در خانه دیگه ازی؟ زیاد است. ولی آمدو زیاد است. من گفتم دیگه کار نمیه. خب بنیاد خیری قمر در کابل و همچنین ولایت دیگه یک پروسه جمهوری لباسایی که مازاد بر استفاده است رو برای انداخته و میشه کجا تماس بگیری و ببری تسلیم کنی لباسای دیگه هم که کونه داری در خانه و نمی پوشن، چی طفلانه باشه چی از خانما باشه یا از مردا باشه و میشه که اونجا تحویل بدید، منظم بسته‌بندی میکنن با فامیلایی که نیازمند است بر اونا میبره. زنده باش استاد خیر ببینی والا خوب پروسه از خوب برنامه است. ایران بگید دیگه لباسای هم که داری در خانه کلش جمع کن که ببریم اینجا. زنده باش استاد ان شاء الله. بنیاد خیر قمر دوستان عزیز این پروسه جمهوری لباس ها را در زمستان برای انداخته. شماره تماس در خدمت شما است. در این امر خیر میتونید شما صحیح شوین و که خالی از اجر و پاداش نخواهید.